خب بچه فردا جشنواره هستش و شما باید برای من یه انشای خیلی خوب بنویسید و حتما فردا برای من بیاریدش. من نمیدونم انسه چیه، بذار برم مامانم بگم بهم انسه بگه. تازه از خواب بیدار شدم، هیچ حوصله‌ای ندارم. یه بسم الله بگم بلند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این فقط برای اول انسه خوبه تا برم پیش بابا. بابا بهم انسه بگو. بچه چیکار میکنی؟ انسه بگو بابا. انسه برو گم شو. انگار بابام داره دوام میکنه، پس منم نویسم. نگران نباش، خودم حلش میکنم، تو برو پیش جیهاب بهت بگه. خب بریم. اوکی. جیهاب تو رو خدای انسه درست حسابی بگو. آها غول آمد، میزنم لهش میکنم. بگیر آقا غوله. واه فاز جیهاب چیست؟ اصلا همینا مینویسم میرم پیش روزی. تو میدونی که هرجا میخوای برو ولی من دنباله نمیام. دنباله نمیام. هرجا خاصی برو ولی من نمیام. نه فکر کنم منظور روزی رو فهمیدم، میگه که بنویس تو برو من نمیام. اوکی. خب بچه ها برام انشاهاتون رو بخونین، به خاطر جشنواره میخوام ازتون فیلم بگیرم. بیبی صلاح الرحمن الرحیم. بچه براش دست بزنین. اول انشاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گمشا بالاخره مدیر کیم جیسو هم اومد. غول آمد. وای یعنی من واقعا خیلی چاقم. بچه خیلی بیادب شدی، زود باش بریم دفتر مدیر. تو باید